سلام بچه ها، خوش اومدیم به این ویدیو. تو این ویدیو میخوایم بریم جزیره بعدی. بریم جزیره بعدی. فقط جزیره بعدی انتخاب ماست. هیچ کار نمیخوایم. نه، هدفمون یه چیز دیگه است. 400,000 تا پول جمع کنیم یا 1,000,000 هر کدوم چوتی پاتی گفت بریم از اینجا ایشونو شمشیر جدیدمون بخریم. دیگه تریپل کاتانو داره به درمون نمیخوره. خب سلام کویس جان. کویس میری شاید بگین چرا جونت بیشتر شده. نشستم یکم بازی کردم تو یکم جونم رو زیادتر کنم که بتونیم راحت‌تر ویدیو بگیریم. بهتری. خب میریم تا وقتی برسیم به جزیره. به راستی من یه روش جدید پیدا کردم. شما میتونین چیکار کنین؟ بیاین همشون رو یه جا جمع کنین. اما من بلد نیستم من ندونم. میگه دیش میزنی بعد میای اینجا همشون رو باید یه جا جمع کنین. این میگه دیش میزنی و این فقط برای ماگما جوابه بچه. اگه شما ماگما رو داشته باشین لک شدم. خب میان اینجا و شاید بگین چه دمیج میخوام به خاطر همون ماگما. شما ماگما رو داشته باشین دیگه کارتون حله و راحت میتونین لول اپ کنین و با 2 بار این حرکتی که من انجام میدم کوست کامل دارت مستر را پر میده. خب یه دونه کوست کاملش پر. بابا بیا دیگه گوشا. خب حالا میام اینجا. خب الان 2 رو میزنیم. از تمام تکنیکا اولیش اینه، دومیش هم اینه، پس شغال درام میزنیم و در آخر اف رو من میگیرم میام اینجا میچرخم. خیلی هم عالی. چقدر دمیج میشن؟ دمیج هم نمیخوام چون ماگما دارم، ولی اگه باس فایت باشه اصلا این کار نکنیم. باس فایت خیلی بدتر میزنه و اصلا بعدتون میبینی راحت مسترینگ میره بالا. خودم لول اپ میکنم و الان اینا رو زدیم تموم شده. خب الان من بعد اینو یکم صبر کنم که دوباره این لاشوها اسپام میشن. هرچی که لول اپ میکنم دیگه به هلث هم کاری ندارم، یکم به انرژی میرم دیگه. بقیه‌شو همش میدم به بلاکس فروت هم چون میخوام بلاکس فروت پلیر بشم دیگه. چیز بسمه سورد بسمه. سورد پلیری هم هندی دارم. کجایی هم میگیریش؟ بیاین عزیزم بیا. داریم این الان آلتو بگیرم آروم راه میره. نه بابا داره با آلت ارور میده. با کنترل آروم میای. با کنترل آروم. خب بیا. نه خب الان آروم بیا. اصلا کنترل میگیرم که دیگه آروم راه برم که راحت بتونی آروم بکنم. خب اگه ماگما داشته باشیم و لول 10 باشه نظری ماگما 10 باشه کار بود. نگاه مستیم الان نمیده. شما 10 باشه تموم. یکی از اینا یه دونه میزنید. خب الان دوباره همشون میگیرم درسته؟ افرمان میگیرم بعدشون میزنم. افو ول نکنید. اگه افو ول کنید چی میشه؟ دوباره اتساب کنید و دوباره فتون کار بیشتر. بابا تو چقدر گوشادی؟ 3 ساعت گفتم بیا اونجا موندی. اینجا بینم خب لولمون هم رفت بالا و الان ما باید بدیم به چیمون؟ به استاتس، به میلیمون. خب 120 تا 895 یعنی 200 بخوردیم. فکر کنم باید پشیمون بشیم تا 945 انرژی کافیه. تا 945 انرژی کافیه و میریم رو بلاکس فروت انرژی کافیه. تا دوم چی میشه؟ یکم هم لگ میزنم متاسفانه. هم نت میده هم لگم هم اصابم داره خورد میشه چون که لگم. اوکی میگه من حواسم نیست.
قدرتمو بالا نکردم. کنترل میزنم. این پیوسته را میرم. راه رفتم به آروم. قشنگ راحت. حال نمیده. ببین ببینم. میپوکنم. فعلا انتقادی پوکوندن نه. بیاین فعلا بریم اینم شد. بیاین نه. حالا بس. بیا دیگه. همون زاده بیا. خب این سب کنیم دورتون جمع شن و افرو میگیم اشتون میزنم این چهارتای اولی و بچه ها اگه دیدین نمیتونین باس فایت رو بزنین ولی باس فایت کنین. مثلا نگاه دومین NPC همه به من نمیده 450 XP میده و باس فایت جزیره قبلی که مثل سگ به من دمیج میده 450 XP میده. میبینین در اینه شما یکم صبر داشته باشین همون NPC که ماگما و دارک و لایت دارین بدون دمیج نمیده بزنین پارش بکنین تا چی بشه این با کلاس بشه. میفهم که جون بیا جلو یه وقت وای نستی تو مخصوصا تو آفرین این دارید پایین افرین مجمع حمودی لك حمودی بیا این ببینم بابا تو چرا اونجا وای میسی اوف على عقل شد خب دو تا لول دیگه میخوایم تا بریم به جایگاه خوب. خب گفتیم 945 کافیه برای این بریم فقط میریم به بلافورد برای دریا اول تا چه لولیه تا 700 کلا بلافورد تا چه لولیه تا 2000 خالی 2500 نمیرم 2000 خالی 90% 2500 فکر کنم. آها لاک شد اولیش میریم تست میکنیم بریم سلام کنید به من که اومدم روتون ماگما تست کنم آفرین پسر رو خوب اینجا میبری اینجا سلام من به تو دوباره من باید لیبی نکنم تا 100 چه کاری ها بیاین ببینم بدو پارم وقتی میگم حساب نرم یعنی حساب نرم به شورت دست سگ اونجی خب آفرین که داریم میانی شد اگه کم حساب میکنم بچه 2 ساعت بگیرم میکنم ببینیم میکنیم اونجا برای
اعصاب کم به نسبت میکنم ولی صبر بیشتر. خب بسته به میزان داراییتون شما اگه صبر بیشتری دارین میتونین کنترل رو بگیرین و جوانمارون را بدید که روزایی هم نشن، ولی اگه اعصاب بیشتری دارید کنترل رو بزنید دوباره کنترل را بره با دوباره و این ببین دیدم دومون دکمهش میگم برو خونه الا اینجوری نه الا بکشم بودم شرکت تشکیل مثل من خب حالا سریعتر با 3 تا جمع کنیم. سه تا بیا بیا آفرین یه باز خود میدونیم فقط یا حمودی بسی دنگ شد شاید ویدیو نداریم چون نت ختم میکنن ندارم مثلا پول ندارم میگم فقط میکنم شما را ببینم چیکار میکنم اگه نقاب نکردم ویدیو میذارم کردنم دیگه داخلم رفت دیگه. خب الان با چی مورد قابل بدیم میلیون 940 ولی من یکی دیگه میخوام البته 190 هم میریم جزیره بعدی چند دقیقه از ریکوردی نه 12 دقیقه از ریکوردی این ویدیو حالا خیلی کوتاه باشه نه جزیره بعدی هم باید یک کویک پلی ازش داشته باشیم دیگه ما هنوز از این نخریدیم که صباح الخیر سلام عزیزم و بچه ها این آخرین دارک مستریه که ما میزنیم و دیگه چت جی پی تی میگفت که 190 میری جزیره بعدی بریم ترک جزیره بابا یعنی در امانت البته بچه ها من اینجا رو حفظم و بعد دوباره میام و یه بار دیگه پارشون میکنم تا اون 400,000 تا که جمع شد میام و میخرم گانم و یه 400,000 تا بود یه میلیون حالا من ببینم چاتی پاتی چی میگه دیگه اگه چاتی پاتی رو برکنون بهتر میتونم بمونیم تا وقتی پول دارم که ولی حوصله میخواد حوصله صبر ما حوصله ندارم هر جزیره بیشتر پول بیشتر خب آفرین نگاه الان دارن یه خودی فهمی یه خودی فهمی همیدن دیگه هر کاری بکنن هر کار اینجوری میزنی پارتون میکنم اصلا چلم حالا عددی نیست خب نیم اینجا هیچی نمونده اصلا ندارم اینجا بیا پیکسل خب داری میای نه یا نه من دارم ماین میکنم بیبرم دا خب اوکی من اینجا و بیا کنترل من بگیرم و
فقط الان من باید اونو بگیرم. اگه نت خوب بشه من تلپورت میکنم. دیدی؟ قرار این نمیاد نه. صباح الخیر. خب داریم منو میزنیم جمعتون خدا رو شکر جمعتونم والا من بده مثل شجیتی خیلی درست میفت. یه دونه میزنیم این 945 206 بقیه‌اش هم همش میدم به این تبارک الله علی عبده و رسوله. خب میگم نگارم من باید برم در دوم. نه خدا شد صندوقه بده دیگه من میرم دیگه. رفت زحمت من خدا نگهدارت. ای چیزت خوب است احترامه. لقى حمود يا حمود يا حمود لقى حمود قال مستقيم. مردك الان دو تا چیه؟ بود دیلر. ما از بود دیلر میخوایم. خب بود دیلر جان سلام علیک. مجموعه بوزو ببند. خب این 1000 تایی میخریم. ریج با گلازن است. تندم میری این تند میری بابا ولمون کنیم و اشاره 20 کیلومتری نمیدیم. آجی این فکر کنم اسلوبه ها بهش داره 1000 تا از من میگیره. پایرت فکر کنم همه چی گرونتره. ها آجی ریدیم باید مارینز میشدیم. مارینز همه چی ارزون تره. آره مارینز همه چی ارزون تره. بچه شما اشتباه من نکنید حتما مارینز بشه. لیلی امشب شب عشق همین امشب و دالین بریم. آی جیغ دارن میزنن جنگ شد. وای جیغتون مال چیه دیگه. خب الان بچه من برم این نگاه بندازم. اوکی رسیدیم. اسمشم اسم جزیره یادم نیست. حالا تو تایتل ویدیو براتون میذارم دیگه. مثلا چیزی که قرار کلیک کنیم. خب به اینجا میام جیل کیپر اینو میزنی. اینو اینجوریش میبالیم. اینو میزنی فریسک و پریزونر. خب لیبل ریکورد 190 یه لیبل ازشون بیشترم. وای نوبترینشون 550 تا ایکس پی میده. پشمو ولم کن. وای چیکار من داری. خب الان میام اینجا و میشن ایزا اینه آیتونین بزن اینو در کنم. ارومی نزن دست خود نیستی. من میدونم تو خود نیست. خودتی خودش نامرد دمت میزنه. بریم دمت بکنم. میکنم رد میکنم. من ما رو برداشتم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بگان برو بمیر. بابا تو چی کاره دارم من قرمز لاشی. خب اول چک هایم پایین برو اون و روانی پتانی. خب
ولم کن میخوام برم expect 1.1.0 اگه بذارم بریم به خدا. حالا این ولمون میکنه. بریم ده همه هلله میگم نکن اصلا تو خودت نیستی. تو چی؟ خدا چیه؟ نه اون خودش بود بنده خدا دلکی خودش. خب سوهن واردن یا خدا اینا کیه؟ اصلا چیه؟ نه شما اینجایی بیادش شما در شما 2 تا کوست تو یه جزیره پشما. I got on my head, on my side. خب مثل دیگه اینا اینجاست. بهش بگو سلام که باید سلام بچه جون. خب بر میزنه نامه با کی دارم بابا خود چطور داری به میرسی؟ پینگم ریده ها؟ نه خیلی امروز ضعیفه همش دارم لگ میزنم. نزدیک نیا برو خونتون. بعد اینا رو همشون رو با بلاکس فروب بزنم. برو خونه میگم. برو خونه. نه بابا سی اف شده. برو خونه. برو خونه میگم. فقط با بلاکس فروب میتونم بزنمش. اصلا امکان نداره با چیز دیگه بزنم. برو خونه. برو خونه. اولین خونم نشون بود. بله چقدر عالی. اصلا دقیقه خوردیم مثل که باید از بلاکفروت فعلا بگذرم. ولی 550,000 تا دقیقه 500,000 نه حاجی فکر کنم خیلی بهتر از بقیه چیزا باشه. 140 تا 102 تا مستری کامل زیاد نمیکنه. مستری کامل بعد اونجا شمشیر میخریدم. کاش که پولا ماله که بالالایی برو خونه. بابا چرا هیچیش نمیشه که صفت هم برو خونه دون. سلام برو خونه. بیا اینجا برو خونه. بیا اینجا بودو بیا اینجا برو خونه. بیا وای اینه تمرید. وای یادی دهنت شک ندارم شک نت ملی میشه. من شک ندارم با این وضعیت نت که من دارم تلپورت میشم. من دارم اونجا رو میگیرم این داره اینجا رو میزنه. خیلی بابا برو خونتون دیگه آدم نهرم. فروت خوبی بچه ها ولی خب چه فایده وقتی میذاره اینا به ما دمیج بزنن. هاکی دارن ولی عادلانه است چون من خب نه مستری بیشتر هم میبره بالا. یه لول نصف نه یه لول چوستکوی میبره بالا. آره اوکی ولی خیلی طول میکشه من بخوام لول کنم. من کویز بارم بعد دوری میام زب میکنم. اوکی من اومدم چیکار کردم یکم بازی کردم بعد توش
بودن یه بار مردم، این یه بار خیلی فشار شدم و رفتم از سرجوری پرسیدم چرا من اقل لگم، به خاطر دیوایسم یا به خاطر پینگمه. من اول فکر کردم به خاطر دیوایسم، برای همین رفتم چیکار کردم، تمام تسکایی که میشد بستم، تمام مثلا والپیپرم همه چیمو بستم. بعد دوباره رفتم بازی کردم دیدم هیچ فایده ای نداره، بازم هم اونقدر لگم و هیچ کاری نکرده. رفتم از جدیدی پرسیدم، گفتش که به خاطر پینگمه که فریم میاد پایین، آدم تلپورت میشه و وضعیت خراب کاری هم نمیشه کرد. حالا من یه تسک به زور تمامش کردم و واقعا این وضع نت نیست و به نظرم چیزی نمونده تا اینکه نت ملی بشه. دقیقا شب قبل از اینکه اون نت ملی شد، دقیقا همین خط نت شخمی و به درد نخور و آشغال بود، اصلا نمیشه کارش کرد. اصلا نیا کنید من حتی دوربینم هم داره درست نمیچرخه، من درست نمیتونم حرکت کنم، دستم داره از لباسم میزنه بیرون و همین دیگه، فعلا کارش نمیشه کرد. حالا فعلا همینجا ویدیو رو تموم میکنیم و البته من برای اینکه تست کنم ببینم لگ واقعا یا نه، رفتم رو گوشیم تست کردم، فست مود رو هم روشن کردم، اونجا هم دقیقاً به همین اندازه، نه کمتر نه بیشتر لگ بود و اصلا به درد بازی کردن نمیخورد این نت. و البته من یه جو دیگه هم رفتم تستش کردم، وقتی چجیدی به من گفتش که به خاطر پینگه، من رفتم چیکار کردم، رفتم روبلاکسم رو بستم، چیزم رو بستم، ریکوردرم رو بستم و این برای اسمش چیه، با میکلاینت هم بستم، اینا رو هر سه تاشو بستم و CS رو باز کردم، CS2 هم که رفتم به همین اندازه لگ بودم و اصلا نمیشد بازی کرد، تلپورت میشد، لگ نبودم، یعنی فریم من پایین نبود تو CS2، تلپورت میشدم، مثلا از در A میرفتم رو شورت می، نه بخشید در A سیتی میرفتم رو در A ترور، به این اندازه پینگم بالا بود، اصلا نمیشد تلپورت کرد و پینگم 193 بود یا 293، یکی از این دوتا بود، هر چیز نمیشه بود دو تا نقطه و پینگی نبود که بخواد نمایش بده اصلا، یعنی پینگ من پینگی بود که اصلا CS نمیتونه نمایش. خب حالا کارش نمیشه کرد. خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردین، لایک و کامنت فراموش نشه، ساب کنید که عضو گروه کاماندو بشید و زنگوله کنار ویدیو هم بزنید که اگه نت ملی نشد من ویدیو بذارم و دوباره یه بازی دیگه بکنیم که نت نیاز نداشته باشه که اینقدر لگم نزنیم. هر روز ویدیو میذارم ولی میزان ویدیو از 2 تا یا 3 تا میکنمش یکی، چون که یکم وضع خیلی وخیمه. آره و خیلی ممنون که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردین. تا درودی دیگر، بدرود.